چیزی دیدم سویچ زدم. آقا سلام 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 سلام. هر کی داره میبینه سلام. بچه‌ها سلام. ببین کیه؟ همنامه بزرگترین رپر مازندران. عزیزی دیگه نیستی مگه آقا دمتون گرم. همش یادم میره اینو با این یادم. آقا دمتون گرم. خلاصه خیلی چاکریم. ما خورده عادت نداریم به اینجور داستانا دیگه. یه خورده خواستیم جریان عوض کنیم. آقا امروز دیگه استریم گنگ خودمونی، یه ویدیو خیلی خودمونیه. بومترین استریم ایران امشب با هم جمع کنم مثلا 4 تایی هم یک باز افتخار I love you خب فانشی نکنین دیگه. آره دیگه جدی باش همه اسپیس ها رو داشته باشیم. دیگه ما یه مجموعه جمع کردیم. مجموعه دیگه آلبوم آلبومش کردیم و اصلا تمام ایده، تمام این خط فکری و تمام این چیزایی که سعی کردم بعد خودم بیارم کاغذ بیارم بیشش بخدا این بچه ها بود. اسم آلبوم چیه؟ حرفا تند و تیز لینک آلبوم آقا لینک آلبوم اگه کسی میخواد، اگه کسی لایو داره نگاه میکنه لینک آلبومو بنویسین. کلمه لینک آلبومو دست من کو. کلمه لینک آلبومو بنویسین تو چت. لینک آلبومو بشم داش یوتیوب میره من اینجوری کنم گده برات ادیت میزنم بره. کار درسته. آقا بریم اینترو اولی و صدای کم کنم. صدای خوب در دستم در 011 امروز برای بچه ها پرسیدن کدام عنوان شروع باش 011 بچه مازندران داشت. مازندران بالاخواه زیاد داره. آره بوده؟ آره 023 میشه چه بیت داشت وقت نمی کنم منم یه چیزای تاریخی رو من میدونم. ما جوان من کار پیچون دیگه همکارم فالو داره منو 023 اون تایمی که شما هنوز موز بودین. خیلی چیز عجیبی بود. بچه شروع کنیم. معیار بردیا آریا. آقا ترک اول اینترو 011. بچه شما تصویر نیستیم دوربین بالا باز. چرا من کامل هستم اتفاقا من معیار قشنگم هستم. من جای جذاب سیگار منم دستم داشت خود آرتیست سیگاری دیگه برکن سیگار چیزی برد سیگار نکشیم بچه پل سرمون هیت میدم سری بگیم اینو. آقا سیگار بعد سیگار نکشیم ما میکشیم. ما الگوهای خوبی نیستیم. نه ما همین که این گفت برای لیگال کاراش برای کارهای کاغذبازی چیزی ما کار میگم داشت الگو ما نیستیم. آره من نگفتم شما برین دودی مصرف کنین. صرف 11 داری پرچم عشق دست اونی که اومد و هست. صرف 11 همیشه هست میدرخشه با دل خستش. صرف 11 نمیاره کم حتی اگه بشه تعدادمون کم. صرف 11 همیشه سبز میمونه اونم تا آخر خط. تو رفشایی خودمون یه پا پادشاییم از سر سرات خود جهان بازانی. حتی وسطش توی دل طالقانی اشتم نبود نگرد کسی شبیمانی. بودیم همونم فعلا میتیم تو پارکش مامی بهم زنگ میزد میذاشم گوشی رو سایلنت کلام بهم چک میزد که بشم ساکت. رفتیم میدون علی مینشستیم رو صندلی بازم میخواستیم بکنیم و رفت سری با رو پوش مدرسه و خوی بستنی. خیلی ها گفتن مال این حرفا نیستیم ولی بودیم پای عمل و هر حرف و ریسکی. اکریم و دست خالی چی
صف 11 دونیم پرچم عشق است اونی که اومد و هست صف 11 همیشه هست میدرخشه با دل خستش صف 11 نمیاره کم حتی اگه بشه تعدادمون کم صف 11 همیشه سبز میمونه اونم تا آخر خط میمونه اونم تا آخر خط صف 11 شاید تو کف شهری آجی شروع کاری بود تو داری من ندارم یه پلو کن ایمان گذاشتم پلو کن خفنه اون که وسط ها آجی اول کار این بودش تکبال در دوم چیه؟ در دوم چیز خود چیز سالبام دوم مکسیموم آره من سالبام چیزه سالبام چیزه من اولین کار داریم کال آف دیوتی رو داشتیم داریم یه بچه ها همش میفهمد چه کردیت به بچه ها بده وقتی صبرم لبریز شد که هیچی نمیده بهم تسکین خورد درجه سختی مکسیموم میبازینی رسما تو جنگیمون فقط انرژی منفی و تسلیم شد کردم چپ برو سینه و ادمینتون مهمی هر که بهم بد بین شد که یه رو میبینه شعرام ساعت هیچ بسا میاد میره دیگه نیستم بیخیال چشمم دیگه زیاد دیده روز بعد و سیاه همونم که همیشه دلشو به دریا میداد که غرق شد و رفت توی موجه و حالت پروازم همیشه قطعا فهمیدم خیلی یا بیلیا قطعا نمیدن آنتن دیگه هم قطعا میشه ما روی تو آستینه دیروزم کمتر همونم که زنده مونده تره زمانت تا ویسه پام توی حرکته متادم به این رویه نیست عمل ترکش پای سوختم و خوردم کلی ترکش هرکی بیچید بهم دید داره شادام میشه گذرش افتاده میگیره کارمام گیرش حتی واسه همونی که میگه رد کارتیه ولی لپاش خالیه بجور مسکاردیه وقتی صبرم لبریز شد که هیچی نمیده بهم تسکین خب درجه سختی رو مکسیموم این بازینی رسما تو جنگی ما وقتی صبرم لبریز شد که هیچی نمیده بهم تسکین خب درجه سختی رو مکسیموم این بازینی رسما تو جنگی ما بزرگش میکنیم شماهایی که از فاصله یه غروب به سفیده صبح شمرتون امام میشه و امامتون شمر چه اعتباری بهتون هست که آدم تکیه بهتون بده و دل به مهرتون ببنده همونم که شد به باخت نزدی که با یه کامبک کرده شتریک برگشتم به خود اصلیم که بازی و بلدم توی هر سبکی حتی بی ترکیب بدون هیچی تو رمزی اینو خیلی خوب فهمیدم که هر چیزی با تلاش میشه علنی دست بالا دست که زود بشم قانه این آدمانه تنها واسه سود نمیخوانه کارشون تمشه میذارن زودی کنارتون وقت میبینی که نمیرسه هیچکی به داده رویه ادامه داره زنجیر واره زیادم بشه برا من که فرقی نداره چون همیشه دادم توی سختی ادامه با ارتش یه نفر پای پیاده وقتی صبرم لبریز شد که هیچی نمیده بهم تسکین خود درجه سختی رو مکسیموم این بازینی رسما تو جنگی ما وقتی صبرم لبریز شد که هیچی نمیده بهم تسکین خود درجه سختی رو مکسیموم این بازینی رسما تو جنگی ما وقتی صبرم لبریز شد که هیچی نمیده بهم تسکین خود درجه سختی رو مکسیموم این بازینی رسما تو جنگی ما درجه سختی رو مکسیموم آجی من هیچ کدوم این آهنگا رو هنوز خودم گوش نکردم من اصلا نمیدونم
هیچ کدوم گوش ندادن، یعنی 4 تا از دست. چقدر بریم حاجی بعدی. این 2 تا ترک اول بود تازه. کجا بریم بعدی؟ کجا بریم؟ بذار همچین بزنیم بیایم پایین آرامش. بیا من اومدم خیلی من بالا تو بالا باشی. الان دقیقاً چیکار کردی؟ حاجی 2 تا ترک اول انسان میدونی بهم چی گفته بود؟ من قرار بود اینو ریاکت بزنم، اصلا قرار نبود استریم بشه، بیام اینجا خب قرار بود تنها ریاکت بزنم. به من گفته بود که آره نمیدونم مثلا چی گفت، نمیخواد حالا مثلا فیک بازی در بیاره که ما مثلا یه ایده از دورچی اینا. گرفتیم حاجی، دروغ چرا؟ گفتش که مثلا بال بود فکر کنی خیلی خوب و فلان اینا. اگه حاجی 2 تا نگفتی- ترک اول بمب بوده، شیشی رو بخوایم فکر کنیم. دهنت سرویس. من دومیه که واقعا جذاب شد. پشمام آفرین. پشمام ریخته حاجی. من برو نمیبینیم، بریم الان. من که نمیبینیم ولی پشمام ریخته. ببینین میبینین ها کن اینا پشمام ریخته تمیز سفید چون. بریم سومی چیه؟ همه رو تلخی شماره 3 13 تا سرجم ترکه. 13 سرجم ترکه. یه چیزی بسکرک هم بگم توش داره از این. حاجی، یه چی بگم حالا نگاه کن. اینو فقط یه نفر گوش داده که اسم نمیبر. بازم میگم مرسی از بچه‌هایی که بودن، اونایی که کنارم بودن دیگه، اسامی رو میدونی بچه‌ها همینساز. مرسی از بچه‌ها و سنای من عزیز. یه چیزی رو میدونم، گنگای من ویور یه چیزی رو میدونم که فقط بین من و آرتیست کار مشترکه، یعنی هیچ کس غیر از من و خودش نمیدونه و یه نفر دیگه هم حضور داره و نمیدونه که خودش توی آلبوم هست. تیکای آخر میاد درد پانچلاین، ولی تو که دیگه تیکه اصلی کارو من آخر خیلی هستن، خیلی از دوستای خودم، دوستای صمیمیم. چیز باحالیه، صبر کنید برسه بهش متوجه میشید چی رو میگیم. آره خیلی فانه. بریم آقا بریم بعدی. بریم بعدی. اینو محاسبه حاجی این من که نمیبینیم. من اینجا بچه‌های پرودوسر هم بگونه. آره کجا نوشته؟ بقاله مشخصات. خودم میگم آخر کار خودت بگو دیگه. آره دیگه نورتگوست زده، علی خودمون، میکس و مستر هم که با من بوده، با کارارت هم که پایشا. حاجی من اینجا باید بگم ما همون جوری که میبینیم تو اتاق من نیستیم، اینجا استودیو خود آرتیسته. اومدیم تو محل کار، اومدیم جایی که اینا همه چی ساخته شده. داداش یه جایی بوغلی واسه خودمونه. بعد به من گفته بود بک‌گراندش قشنگ نیست، تو اتاق خودت بیا کار جمع کنی. من میام اتاق اینجا فضا بیزینسیه. دیگه بیزینس بچه فهم میام میخونم میرن دیگه میگن داشت میکس کن. علی که من میگم بوغ بذار علی زنجان ترکون. بچه واقعا علی زنجان ترکون، یه خوری کونش گشاد بود. من همه چیو میگم اگه داریم میبینیم اینجا همه چی گفته میشه. ما اینجا سانسور نداریم، فوش میدیم، ما بیادبیم. نه بیادب نیست، هر کاری هم از همون بسخالی هر چیزی جای خودش میدیم. دقیقاً قشنگ گفت. یه جاهایی لازم شد خودتون برید بیرون، یه 2 دقیقه 3 دقیقه بعد بیایید. گوشاتونو بگین، کوچولوهاتونو بگین اگه کوچولوها دارن نگاه میکنن. واسه خودتونم سعی کنید نبینید، صحنه‌های خوبی نیست. بعدی هم همینجا اعلام میکنم ما کوچیک شما، ما کوچیک شما. این دوتا کارهای بمبی قرار بدم بیرون. داداش قرار بترکونیم دی کلابا رو داریم میاریم. در سکوتیم فعلا در سکوت، آرامش با ارتباطه رو برقرار طوفان کنیم قبل طوفان. بترکونیم آرامش قبل طوفان. داشتم کار سنتی رو کنیم. اون که 100% داداش دیگه شاهین نجفی رو بخواد بخونه دیگه تکلیف استریمه موزیک آیارل بعدی اینسترومنتاله. داداشم تو کارهای بعدی آلبوم میخواد من میخوام برم اینجا اینسترومنتال اصالت بخونم. یه آقایی میرفت اومده بودی گوش دادی اینجا. این بردی 2 تا از کارا رو گوش داد که یکی اینسترومنتال یکی اسکی. نه این نگفتی او پسر دروغ میگه. بریم آقا بریم سوم. من یه چیزی می‌خواستم بگم، هی حرف میاد واسه آقا. این آلبوم همین امروز اومده. من ساعت 12 شب آره دیگه. من ساعت 10 صبح می‌خواست، نه ساعت 12 شب بود. من دیشب کار رسیدم مثلا حواسم نبود. کلا من میگم امروز کار اومد آجی، ولی همین الانش ویو گرفته. یعنی ببین چقدر بمب دیگه. من اینجام سلام ببین چقدر بمب دیگه، همه دارن همین الان گوشش میدن. بریم بعدی. تلخی
ولوم بیشتر کن. ولوم بیشتر ولوم کلا زیاد باشه. ولوم دوست دارید؟ من ولوم این دوست صدای همون که داره زبط میشه باشه بالی دیگه بالا. احساس کنم خیلی تلخ میشه. عوض میشه. اون عوض بیچویش داره. آره. احساس کنم قراره امشب که خالیه جام با تنهاییام میرم بالا شدم با تلخی یکی حالا میخورم با مستی تو دیوارا دارم با خیامون رسمن تیکی تاکا شادی میاد میگه بشیم بالا بریم بالا زریم بالا برام که خیلی کار عادی شد وقتی که میگرفت پلیسی شد همیشه میگرفتم دست پیشو مرامو میذاشتم هر جا که میشدش جا زود قضاوت کنیم بهم بگیم بودی یه دیوونه اینو فقط هرکی که از ما بشنسید میدونه شاید یه وقت کنم قاطی خب ولی هیچی نی دل خالی ها میبندم گاهی دست اسرائیلو زیاد کردیم سقوط ولی این جاییمو تم تلخی و زیاد چشیدیم این تم تلخی چشیدم عجور چشیدم زدت به دستت شده کس خوب آجی ترک مورد علاقه شد ترک مورد علاقه تلخی همینه میزنه به سرت به زوری روی شقیقه تلخی همینه با نگاهیده شده به ظاهر ردیفه صدا بالا دیستوردی سرعت غیر مجاز میشیم بازم و توقیف آره میگیریم با جوونیمون کشتی ما که شدیم پروتر از این حرفای مشتیم ادامه میدیم با کلی روزای خراب زندگی کیرشه ببینه که خون میاد از دماغ دیگه هیچ کسم نمیگه یه روز خوب میاد الانم سال منم زیاد تو تلخی گم میشن این شبا باز میبینم تش میشه وای تنشم میگیره حس ختم تلخی اون میگیرم تا که ازم زده شه شدید کسگیلیدم بهش میزنم مثل همه سر تلخی همینه میزنه به سرت بذاری روی شقیقه تلخی همینه با تن کاییده شده به ظاهر ردیفه همین با اینا لستیم و ردیف 011 شهی بیتسویچ خیلی سم بود اسمشی تلخی بودش ولی سمی بود کل درک حاجی یه آرت ترپ ملو این فعلا ترک مورد علاقه همه تا اینجا آلبوم من اصلا همون اولش من بگم مورد علاقه تو من کوچیک مال من قبلی بود تا اینجا مال من قبلی آره حالا این مودای مختلف داره کلا من آلبوم واسه همه سلیقه ها هست یعنی واسه همه سلیقه ها آهنگ هست تو این آلبوم برین استریم کنین دیگه به غیر از دامبولی دیگه آره فقط دامبولی نداره دامبولی گسای نداره استانبولی میپوری ما اینجا ساسی مانکن کار نمی‌کنیم با زن و بچه بقیه کار نداریم تو آرام کس هستش ولی ما چیز نمی‌کنیم کی گفت من نبودم بریم ترک بعدی رو واسه نظر بدیم مردم واسه نظر بدن بریم ترک چهارم هم شوست نردیم واقعا عالی بود بریم ترک چهارم همت موتی اینجا رو باز چیل کنیم سیگار بعدی از اول میگیم آقا ببخش چی شد داشت هیچی داشتیم این سری چیزا رو تمام میشه ما از یادم میاد واقعا لایف این ویدیو عادت نداریم این چیزا لطفا دست سرم بردار قبلا گفتی آخرین باره ولی همش اینو میگی هر بار حتی زمان بره عقب تو رو باز میبخشم من شایدم اسمم یادت رفت ولی بدی ها تو یادت هست
تو یادت هست با اینکه تمام شد و من شدم بی خیال ولی هر دفعه این مغزمو میگاد که خیلی بد تمام شد این داستان زیبا الکن خیال دیگه نمی کنم در رو باز صدا تو نمیشنوم نه همش این میشی بدتر شدم شبی تو چون که حقت بودش چون حقت بودی چون حقت بودی یه موقع بودم بهترین خاطرات اما الان شدم بدترین روزام خوب یاد گرفتم نباید جواب هر کسی یاد داد خراب کردی همه چی و لعنتی به فاک دادی و الان با هم دوتایی باز خواب باشیم و دارم به جای تو بو میکنم یادگاری تو ازت پر از نفرام ولی میخوام باشی و حرفات دروغ بودش حتی بودش دروغونش بسته دیگه تم کنش من همیشم بی خیاله هرچی بوده میشم بی خیاله هرچی بوده هرچی بوده تموم شد و رفت دیگه نمی کنم در رو باز صدا تو نمیشنوم نه همش این میشی بدتر شدم شبی تو چون که حقت بودش چون حقت بودی چون حقت بودی وای عجیب آره آجی من این پشت فقط داشتم ذوقمو جمع میگم همونجوری وایساده بودم بعدیا من میدید من اینجوری جمع میگم بعد جیغ نزن آجی کروسو یه دون کروسو برو بدون موزیک آره یعنی مثلا توی ماشین آمر رود بزین یه ماشین آمریکایی که دیگه نمی کنم در رو باز صدا تو نمیشنوم نه همشه میشی بدتر شدم شبی تو چون که حقت بودش وکالیست باشه اوه پشمام ولم کن من صدام زیاد خوب نیست با تمرین باست اینطوری شه انتای رپی پداش خوب الان رپی بیشتر کسایی که کارام گوش میدن چه رفیقام چه کسایی که واقعا چند سال من رو فالو دارن جدیدن با آرندبی ها خیلی بیشتر رو میکنم ولی خب من روز فاز نوستالژی قدیمم تو مونده ولی خب یه کار آرندبی دوست دارم استوری هم گذاشتم گفتم کدوم کار خدافظی میرم تو راهی بریم بعدی چیه بعدی اسمش؟ بزن تار با تایتو سجادم بزن تار بزن تار عرقو داداش کنیم آره احساس اینو براش خودم عرقو یکی بیاد یکی عرقو بیاره عرقو براش خودم زنگ بزنم همون شد چی شد؟ بزن تار بگیره امشب دلم تو هیزمو بیاری که من دلگرم بشم دور آتیش بشه احساس کنگ من تو حود خودمم دیگه مثل رابین دیگه کسی نی که بگه واسه سن جانی یه رو سن زیر پام منم انتاری دلم از حرفام بد شعر ساخت میشنوی صدامو از شهرستان خودمو گم میکردم لطب بیتم منو تنهایی و تلاشه تکرار حتی رفیق جلو پام سنگ انداخت حالا تو هی بگو این نبود حقت دار به نرخ روز صبح دنده چپو میدیدم دلمو زود مرد کلی اسم و یکی هم با این که سوختم بازم رپو میگیرم میگم ولش کن بابا این چی میگه باز یه حال بی خیالی دارم مثل غروب جمعه رو تنگ میشه نفسم نمیاد دست لفت میکنم حتی اون روزامم شعر
اتاقی خودمونیم بیا سیاه ترشیم ما جمع میزنیم زندگی تفریق بزن تارک کنم این آواز و تمدید بی خریدارم باشه بازمی را رفتیم دیگه ته خط ما همین میشه دندم واسه سنگین میره شدیم ما بدجور گیرش شدیم ما بدجور گیرش بس بزن تا بس بزن من رانده بودم واقعا بزن تار بگیره امشب دلم تو میزمو بیاری که من دلگرم بشم دور آتیش بشه احساس گنگ من تو خود خودم من دیگه مثل رابین دیگه کسی نی که بگه واسه سن جانی یه رو سن زیر پام منم انتحاری امرونی زیر پام بنز یه رو پشتم گرم میشد زیر گابشن سر این قصه نیده از پیپ یه رو باز بودویی و زیر تیکتام له بزن تار بزنیم سلامتی زود تو مفگوش دادی انگاه سلباتی بود یا اون صدا سیمو کرده با کلماتی خورد الان رب صدا مونه سیمو فوران نور بسکرنت شعرها چون قرص دادی افاتو چرک امزان کی میده پول رفا نقد کنم مثل بنزینتون شعرامو اقساط کنم 18 ماه تو شاید بفهمی که نیستم یادت نشدم آدمی که رینگ ترس داره من پاره میکنم یه جاش پیرم پامه تنهایی یادم داد یه فیک اسمایل انگاری شادم باد تنهایی یادم داد سیاه بنویسم اما بشن رنگی یخم و سر کدوم سفره دلم میکرد با تو رو نقدت نکنم و چک شه دستم تنهایی یادم میده یادم بمونه زیر خاک دل کی تپیده ای خش بردار به گل میزنیم گل که تو دلم ازت گلگی نبینه آجی چیکار کردین شما چیکار کردین این ترک رو تو فقط چیکار کردی تو میفهمی داداش تو پسر بعد و فقط تو میگیری چیکار کردی 12 تا نه خیلی رفتم 8 سال پیش 8-9 دوران جاهلیت من بذار ببینیم اسم چیه کار پسر بده پسر بد بوی خیابون تاریک برا بکساس پخشیم بیرون بکا خالی میشد میزد بوی تنجی بیرون اصلا مهم نبود به مو 110 چی میگفت این جی تی تو واقعیت حالا هرچی میشد بودش را تو دست من میکردم سم پاشی اینه یه پسر بد که میکرد فاروقاتی نبودم مثل الان کلت میزدم همه رو آتیش حالا ورق میزنم بر بخوره برا بقیه پا پیشی دیدی دیگه نیستم اون آدم ردی دادا حوصله ندارم شدم بد بی خیال میخوام روزا بشه مثل شب و سیاه من و موزیک فقط بیچاری ریپیت رو موده اینیم شنیدشیم توی گوشا تیز دیگه خبری نیست از افتری و چیل ولی الان میخوام بکنم افله ها رو ریز و میزه اون پسر بد و دادم به یه ورم دیگه هیچ جا نیستش رفت به درک دیگه نمیکنه دیکته تو سرم بالاخره باید گذشته رو حیات ببرم 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 بودش را تو دست من میکردم سم پاشی اینه یه پسر بد که میکرد فاروقاتی نبودم مثل الان کلت میزدم همه رو آتیش حالا ورق میزنم بر بخوره برا بقیه پا پیش دست من میکردم سم پاشی اینه یه پسر بد که میکرد فاروقاتی نبودم مثل الان کلت میزدم همه رو آتیش حالا ورق میزنم بر بخوره برا بقیه پا پیش گنگ پسر بد
بریم بعدی. وای بعدی اسکیته. بچه‌ها این خورده فانه دیگه. آره ولی ریاله، کل داستاناش ریاله. از ویدیوهای تو گوشی بچه‌ها گرفتیم. تمام بچه‌ها این نیست. من خودم من قاطی این داستانا نبودم. من یار سانسور می‌خوای نذاریم؟ نه می‌ذاریم. باش. همشو می‌ذاریم داداش. اینجا استریم آنکسینیه. همه چی داریم. خب همه چی داریم. آنکسینی twitch.tv/آنکسینی فالو کنین همین الان. بریم. آقا راستی اینم بگم قبل اینکه بریم سراغ اسکیت، اگه الان لایو دارین نگاه میکنین میخواین لینک آلبوم به دستتون برسه، میخواین لینک آلبوم به دستتون برسه، توی چت تایپ کنین لینک آلبوم به فارسی با اون فاصله همه چیش رو لینک آلبوم تایپ کنین، لینک براتون میاد تو چت، میذارین روش میرسون. دقیقاً حال کردین اونم عشق بدین، حمایت کنین، عشق بدین، با ما صحبت کنین. هیت هم میخوایم بدین، باید باشین مدلی. آقا اسم اسکیت چیه؟ گارد نداریم داشت ما اونایی که میدونم ما بالا این خوشون تو بودن تموم شده گنگ. بریم. این کار واسه سال پیشه. این کار رو سمت زده، یکی از همون دوره شروع با هم شروع کردیم. خوب شده یه زندگی بیتنه دیگه، شاید مهم نباشه چی خوبه و چی بده، مهم اینه یه روزی رو چشمان زورش میبره. یه چی داره ایراد مثل تخیر روی شیرینی، زندگی نیستش بیری یا نیست برا برگشت بیلیتی، مونده فقط دوتا رو یا بمونی یا بمیری، یه درخت آرزو مگه سیبی مونده بچینی، یه جرقه از دیروز بیمعنی، یه امیده به صبح امروز منو، یه آسمون قشنگ و دیدنی، سکوتو میندازه به جون همه دردا، میرسه طعم راحتی با پایان سختی، بدونین خودش بزرگترین تاوان مشتی، افتاده مانه جلو پا چون گلایه کردی، آخه هدفو نمیشه زد با تیرای مشقی. ایرادش اینه نمیشه گفت به خود دروغ، ایرادش اینه که زمان وای میسته تو رو تموم میشه میره بدون بحث و گفتگو، زیانش اینه که داری تو همشون وجود، ایرادش اینه تا زنده ای نمیشم تموم، ایرادش اینه که میذارن تیغ و زیر گلو تو هم که یکینه به دل ولی عوض نشده هنوز، این قانونش برا هم است که به کسی نده امون، دستات گرفتم بالا رفتن و فرق نداره تو گدال آبم دیگه تغییر ندارم، بندازم خواب از سرم و ایرادشیه که میپرستم من خودم و ایرادش اینه چیزی نی تهش، آرزوی پوچ شده یه زندگی بی‌تنش دیگه، شاید مهم نباشه چی خوبه چی بده، مهم اینه یه روزی رو چشم از یادش میبره، ایرادش اینه چیزی نی تهش، آرزوی پوچ شده یه زندگی بی‌تنش دیگه، شاید مهم نباشه چی خوبه و چی بده، مهم اینه یه روزی رو چشم از یادش میبره. این آلبوم هم بیت هم لیریک هم میکس و مستر هم نمیدونم موزیک ویدیوهایی که قرار کردم بازم چی بود؟ آقا اینو باز بده. من سر این آلبوم فقط من یه مشکلی با شهریار که ندارم، فقط یه کنسولی من از این آلبوم دارم، قرار بود توی یکی از موزیک ویدیو من باشم، حتما روز موزیک ویدیو مریض شدم، شب قبلش داشت اینجا بیش از موزیک ویدیو هستی، بچه در دست کانستن
اینجا دیگه منم مدیریت میکنم. موزیک ویدیو منم سوختم. آره منم سوختم. بچه ها همه سوختن. یه جا بود. این جس خورد، هر کسی این رفت توی آتش فشان، این که رفت توی منقل. نه اینا که واقعا ترکیدن. این من ما میگیم انقدر هوا بد بود، انقدر انقدر اخبار بخونن در جریان دو سه ماه پیش این آبار بود آقا، این آبار بود. صورت گرفت اینا بودن. من بودم. تو که نبودی، یکی دیگه بود که خدا بیامده. من اینا بودن. زنده ای سلامت بزن به تخته. میگه نصفمونو کشتن، نصفمونو کردن. البته ما رو کشتن. ما بردیم ما رو کشتن. ما بردیم. بچه ها زیر آوارها و شهر دیگر از تهران بچه ها اومد. ولی اصلیتش اینجایی آره داشت دماغ معلومه. آره چی ببین برن. والله قیامه نگاه معلومه. بریم آقا بریم. قد شده یه من فری کردم نه برو بعدی. مدلشه. نه آقا ما اصلا با این داستان آشنا نیستیم. این یوتیوبره. ما والا فقط داخل یوتیوب موزیک ویدیو می‌ذاشتیم. خیلی خوبه من هم کارم ادیتورم مهدی. خدافزی هست که چی؟ خدافزی هست توی ترکا. آره هست دیگه. من فکرم داره میگفتی داره میام میگم نه بعدی خدافزیه. داره میاد. این ترک مورد علاقه مورد من. این ترک مورد علاقه چیه؟ خدافزی خدافزی. ترک مورد علاقه آرتیست. من بازم میگم سفریه. چه؟ راجع به این سفریه. کجا رفتی؟ من نرفتم داشت. چرا رفتی؟ قراره ببین. میرفتی؟ نه شخصیت توی بازی آره. قراره. توی یه موسیقی داستانی رو داره میگه. من فکر کردم سفر باید برنامه با شخصیت بریم ما. آره دیگه ما حالا اونجوری علی سورنایی نیست. باید تصویر سازی کنیم. تصویر سازی میکنم. برو بریم. داشت تصویر سازی میکنم بگم. من شیشه دارم ولی بگم اون کار برس. داشت با این فقط با سیگار رو بکشی. بکشیم من خب بکشم تو کمبود سیگار هم خوردی. خب بکشم آره همه پاکت ها خالی. آه سیگار نکشیم. آقا خیلی تو وارن زده. آقا یه سنسور بزن. چی دونی که به من بگی پلی میکنی. کیه؟ اصلا استریم. ما وسط لایبیم. جان ما وسط لایبیم زنگ میزنم به تو لایب بگیم. نه آره امشب بچه تو لایب. نه من که فردا میرم. میده خبر داشتم. خواه چسب دست داشتم. چی من گرفتم بگیریم داره. عالی بود. گرفتم بگیریم. این اونه که فنده دیدت بگیم متوجه نمیشه. نه آقا آدم به صورت کاملا ناخودآگاه فتک میذاره. آره داشتم میگفتم کار وارنه یکی از بچه‌ای که تهران هستش، خیلی کارش خفنه آجی، اصلا خیلی کسیلک با همون شده. آقا بریم واسه دیگه. بریم میریم ما. آقا جدی کارمنده بسته؟ آره نه اینجوری نیست. تو ببینم. آره بسته. کارمنده هم کشیه. هیچ وقت نشد دائمی باشه موده خوبم، گذشتن ساده نیست اینو خوب میدونم. از پشت شیشه باید خدافزیو کرد، تازه وقتی میره شروع میشه سکوتی بلند. خطای جاده میاد میره، چرا این اغلب ساعت نمیره؟ انگاری زمان با هم درگیره، فکر اون لحظه از سرم نمیره. دلم واسه برگشتن تنگ میشه، با این که بدجوری از سش سیره. میبینم آسمونو که دلگیره، میباره بارون از ابرای تیره. بلد نبودم رسم موندنو، تا گفتم میرم گفتی واسه تو نرو. خسته شدم باهات نمی جنگم و با این که فقط بلدم من با تو موندنو. حالا نمیدونم کجا میرم، خوب میدونم که دلم میشه تنگ.
چون باید چه همه چی ریشه کرد، نباید باشیم ما پیش هم. آخرین حرفم بهت بود یه خدافزی واسه مسیر جلومون و هر کدوم جدا بریم. ترسمون از این بود کنیم توی جدایگی، حالا که نیستم میگیری تو سراغکی. شب میکنم با تنهایی صبحش، نمیکشم و خماش صبر بهتره. کولمو میذارم رو پام به جای سره، چاره این نیستی راه آخره. خدا حافظ ای ماه شبهای تارم، خدا حافظ ای درد جان سوز جانم، خدا حافظ ای عشق روزای خوبم، خدا حافظ ای شور و شوق حضورم. میرسم به مقصد یه شروعی از اول میافتم، یادت هر چند وقت کنار میام به این که کنار دیستم. نه این دستامو به هم نمیرسن، نمیرسن، این دستامت نمیرسن. دیگه تموم شده شیم بسه، دیگه تموم شده شیم بسه. آخرین حرفم بهت بود یه خدافزی، باز مسیر جلومون و هر کدوم جدا بریم. ترسمون از این بود کنیم توی جدایی گیر، حالا که نیستم میگیری تو سراغ کی. آخرین حرفم بهت بود یه خدافزی، باز مسیر جلومون و هر کدوم جدا بریم. ترسمون از این بود کنیم توی جدایی گیر، حالا که نیستم میگیری تو سراغ کی. زیادی خیلی دیگه اینو باید بری بشینی جنگل بردن رودخونه بزنی زیرش گیری بشینی. واقعا سیگار داره حاجی من و معیار قشنگ آره یه لحظه ببین همینجوری میخ ایستاده بودیم، سیگار تو دست داریم میسوزه، همینجوری ایستاده اصلا حس کردم. شما معیار بودین که صندلیمو پایین. آره من هم اینجا ما جای دوری نیست. این مجموعه صبح تا حالا سر کار بوده. آره بذاریم بچینم. بنده خدا من از دیر کاور منم میکنم. خالی بودم. منم میارم انرژی رو اینجوری میدم. بچه‌ها همه کاری میدن دوست دیگه من آقا ترک بعدی چطوریه؟ آقا این خیلی عمیق بود. یکی ریمیکس فین ترویسکات و آنتاندریال بذاره. ولی میتونم بگم واقعا تاثیرگذار بود، من خیلی اینو دوست داشتم. من خودم واقعا این کارو رو من واقعی دوست داشتم. حس چیز داشت. آره من اینو خودم واقعا دکترم باشه. واقعا عالی بود. نه من خودم واقعا این کارو اصلا بیشتر دوست دارم. واقعا خیلی جلوی خودمو گرفتم نزنم زیر. آره من یعنی اینجوری بودم. نزنم زیر. خدایا چی کار داریم میکنیم؟ سیگارت هم داره. عمیق. فکر بعدی نه. آره حالا هنچی داره. بریم آقا بعدی. بعدی آب تمدار میخوام سیگار تمدار میخوری. چرا؟ آره دیگه سیگار دستوی چه این دیگه؟ تموم شد رفت داستان رو باز میکنیم. چرا بودتون میاد؟ آقا ما ایرانیم پنده تموم دانشم. شد ما رفت ایرانی محمد میبینی. تموم شد رفت. پیرزن داخل خیابون نگاه سیگار داره میکشی جوونی. خب عزیزم سیگاری نیست که. خب همتون پیش اومده واقعا. هر خط رو رفت. بچه‌ها بازسازی هشتگ ریلیتبل. آقا بریم این یکی ترک اسمش چیه؟ بابا اسمش تیزه. من چرا اجازه ندارم بزنم زیرش؟ خود راد داره. حیفه. خود راد یه بار دیگه خدافظی ولی بکنم مگه؟ گناه داره. من بزنم با آتیش بخوری میشه بیا درستش کن. اینجا مکانه این نرواتم کشمرویز میشه. کشمرویز بابا په چه کشمرویز بمون عیز باشه ترما نکنده. مرور نکن. والا کلید نداشتشون در موقع باشه کلید نداشته شانس من نداره. اینجا این همه سال با عزت حفظ کردیم.
یه شب به خاطر آهنگا قلبی رو به خدا تو یه جزی از معبد شاهینه داشت محمد شاهین اون کار نمی کنن من یادت نمیشیم وارد بروشی میشه دیگه داریم کش میریم دیگه داریم میریم اسپیر من دست رفت بچه ها تو ایرانی ملش کن برگردیم آقا صفر نگه داریم که قرار ببره همش بی‌رویه میشه وقتی میخوام زبونو تیز کنم کلمات رپی شکل میگیره چون که عادت عادی شده است ضربات فنیه واسه امشب بیت رو باز خاکیش کنم تلفات ضریبش بالاست واسه آمبولانسو خالی کنم خیلی ها میگم میسچاری باسن کوک ولی میفتم با یک از این فاز چیریک تو جی پکو نگاهیدم چون که نیستش تنگ یه سیبیل کف تو 250 گرمو باس ماچش کرد باس ماچش کرد موقع ته داستانو دیدین دادا واس مال منو بگیریم بریم بالا اکسپلور پر شده از کلینچ کارا شیفتتونو میزنم با دیریتالا میدم فیصل همین یه بار میرم یک سری تو کار نپیه واس خوردم چون خیلی وقته از رپ لعنتی من کار خوردم آره داشتم بدجوری تو این کار خار گسته است خود واقعی نیستیم تو نقش حالا کو گانو تیزید گلم نداری لاپات ببینی بیستیم تو دست بیا ایزید کنم داشته جنگی توی لحظه بردن تو بازی ولی هست شتون تو جیبش حالا بیا مزه کن نزدیکش که هستش سمت تو بی اجبار میگی لبیکو با این که میدونین هستم رو سفج مون نیازی نیست به تپیکو به گست میگم سری بیتو وصلش کن همش بی رویه میشه وقتی میخوام زبونو تیز کنم کلمات رپی شک میگیره چون که یه عادت عادی شده ضربات فنیه واسم شب بیتا رو خاکیش کنم تلفات ضریبش بالاست واسه آمبولانسا رو خالی کنم هر جا باشم میکنم اینجا لند صفیست یک شایی تو کف شهری من که هنو گوش ندادم همون که داشت صحبت میگه بهت میگم این اونیه که گوش دادم روش تمرین میکردی من خب آقا این اینسترومنتاله قراره بردیا بزن زیرش چیز نه بزن روش بکنه توش این کار علی زده بیخیال شد بردیا قرار نیست کاری بکنه بردیا توانشو نداره 30 سال سنش هنوز جوونه مهم دل که جوون باشه واقعا هنوزم جوونه دلی دوستش داریم واقعا دیگه داشت دیگه شهریار دیگه هندونه رو به ما بده یکتار داری میری دادا هندش میاد باشی میگم در بسته دیگه برگشتم واقعا ابراز علاقه پسر چقدر نمکی یک مرحله دیگه است واقعا بین خودمون اگه دقت کردید کی همتون رو بخورم واقعا در همین حد کی همتون آقا آرام باش یکم دیگه اون دافرم میاد اینجا که رو بده یا خدا آقا بیام تو سینما مثلا تی شده داداش اینسترومنتال اصالت بابا باریکلا چک میخوایی بزنی داداش نمیشه تو ویدیو رپ بالا شیک زد من میتونم بزنم من قدرت بدنیشم دارم تو قدرت آماده من شیک بزنم 2 تا اچو اینجوری داری با دست دادی درد دستیم نه میگم من شیک بزنم 2 تا اپل اینجوری میشه لاغر بشنو از لیزر حکایت میکنم من یه جایی میخوام جدی هم بزنم پا میشم میگم انگار داشت کارمون رو گذاشت میکروسکوپ داریم میگم آقایون خانم ما بشنو از نیچر حکایت میکنن شروع میکنم حرف زدن پاره شدیم عالی بود خب بریم ببینیم چیه بریم چی بود اصالت بود نه آره اینسترومنتال داشت کار اصلا اون باز قبل آره. ادیت میرفتیم بیرات نداره داریم میتونیم ریپلک نه
همه رو هر موقع دوست داشتیم آره من اتفاقا منتظرم کارا که تموم بشه آره، دوباره یه کاری که بزن تار بود رو دوباره بگم پلی بکنید 100%. خیلی قشنگ بود 100%. تازه 50 دقیقه داریم استریم می‌کنیم. استریم باید 3 ساعت حداقل باشه. من نمی‌دونم. نه باشه من با تایم می‌خوام داشت خیلی پلی دارم پلی میدیم دوباره آره خدافظی رو بذاریم ته واقعا دیگه خدافظی حالا وایسی هنوز مونده علی هنوز جان من مونده. گرگار آماده بازم تصمیم ممکنه عوض بشه آقا یه لحظه ادیتورت کیه؟ چی؟ ادیتور موزیک ویدیو آمدی اومدی موزیک ویدیو رو سریع بنداز من کانتنت برای ریاکت میخوام داداش بده. بله. بده من الان ما قبل اینجا مهدی داری ادیتوی میزنه سمی آره بابا گفته افتر افکت داره کار میکنه که خاله قرار خار باشه دیگه ما ندونیم برای همه منتظر دیگه کار زده بشه قرار موزیک ویدیو خلاص هم میام بیاد رو کار من نبودم ولی من بودم سمتر میشد یادت باشه سریبا من مریضم بودم بیا در خونم به زور بکش بیام بیام داخل ویدیو باشه این سری حالا خوبی داشتم میبردم آقا بریم کجا بریم اونه باشه بریم روی نباشید چایتون بشن بریم خسته نباشید خدا نگهدار A few moments later. هستین که آقا مونده عزیزان یکی دیگه کشید شما چتونه بگردی کجایی بیا من کشیدم تو چه من سود بلد نیستم چه بگردی آقا سلام دوباره سلام تنفسی بگیریم مکان مسکونی و آپارتمانی ما گنگ کشیدیم محله رو به گنگ کشیدیم خود اصفگان ما اومد لبی تر کنیم کف کردیم به مولا برمیگردی داشت تنجیتران بود یا فرفر تنجی بود فرفر بود داداش چیز بود اوملت بود آره ماربورو بود آره بامندول بود شام توتون سموک آره شام توتون سموک بریم چی بود اصالت اینسترومنتال بریم ببینیم این کیباردی باشه احساس میکنم این بیتش نیاز آره توضیح داره چیه ماجرای این کار به اصطلاح یه داستانی داره که من و علی میخواستیم که بگم آقا ما طرف داریم میکنیم داستانا فرهنگ اومده جای دیگه میرن خود ایران دیگه بابا باریکلا آفرین بابا باریکلا اصالت 1000 یا 1400 ساله نه چند هزار ساله 500 سال و الا بیشتر انشاءالله استارت کن استارت کن بریم توش تمام شد بریم. آقا سنگین جف سنگین شد بریم یه بار یک سم آره یک چیز خام فوق العاده جذاب بابا یه بار من میخوام اینو لطفا یه بار دیگه بری نه وکال یه بار دیگه بری؟ حالا میخوای وکال بری بردم میکروفون صدا نه بیاد. اوکیه یه بار دیگه پلیش کنیم حالا آقا اگه کسی بخواد روی این اینسترومنتال کاری بیاد میتونه بذاره والا بچه‌ها شنیدین دیگه از آرتیست شنیدین دیگه اسپاتیفای هم هست داره لینک. میره اجازه کامل رو داره آره لینک خوبه. 100 تا لینک اسپاتیفای هم
نه دیگه بچه‌ها خسته شدن من بلند شدم این کارا دیگه عوض تو کردیم داری جارو هر دیگه. کار دوست داری باش دیگه ما اومدیم وسط اصلا موجی کارا رو کردیم. دانلود بگیر جای داداش مثلا تو سانکلاده چند وقت دیگه هم تلگرام هم میذارم همه فایلا رو و هر کسی دوستش دانلود کنه داشت اصلا بگی وکال من بردار بیت بخون در این حد نگاه کن خود آرتیست گفتی آرتیست هم به خوبی اصلا گنگ به نفع خودم بیا هم گنگ هم صادق. ون ام سی ون تموم شد. ام سی ون عمو بنداد گل بنداد آقا بندادم جاش من دوست خالی دارم. بنداد جون جات خالی بنداد تو مگه باشگاه نبودی؟ واقعا بنداد خالیه. تو مگه باشگاه نبودی؟ آقا جمع این دوستان کلن بچهای خودیه جای داداش که بندادم تو کوتی هم گل خالیه. بنداد مگه باشگاه جای نیستی تو نیما الان؟ خالیه وای سلام وای میگفتیم وای حالت رو گفتم. به من رفتم جای خیلی از بچه‌ها در کل خالیه اسم بچه بنداد عشق کنه بنداد یه دونه ای ای آدم زرا میگه باشگاه کثافت. میگه باشگاه تموم شد اومدم یه دوش بگیرم بدون من آجی آلبوم تموم شد دوش بگیره بدون تو داداش آروم بگیر. من متاسفم. من میرم من رو ترک می‌کنیم بچه. طرف ترک کنیم باشه نماز یعنی نماز بخونید و با زن ازدواج کنید داشت این چیزی که تو گفتی خیلی بدتر شد نه من دارم با مگه مرد میشه با غیر زن ازدواج کرد آره این را شاقه الکی مثلا ما نمیدونیم نصف رفیقامونو ملگونی هم دیگه نمیگیریم اصالت رو داشت بله نکنیم بهتره بریم علی اصالت گند به اصالت ما واقعا عالی. آقا من خورده اینجا میشینم عاشق ازاله داریم افتا کردیم من یار سنن میرم دست تو من در خدمتم. پس آقا بنداد بیم به شما مادم باشگاه تموم شد جدی برنامه چیه حالا هستیم داشت ما تا 12 شب امشب بنداد جون ما تا 12 شب امشب استریمیم 3-4 بار میخوایم ریپلی بدیم همه چی داره گوه میخوره آقا برام سر کار برنامه گاجی دو تا ترک دیگه مونده تمام شد دیگه تقریبا بعدش یکی دو تا رو دوباره میخوایم گوش بدیم آره بعدش دیگه خدافظی و بعدش هم خدافظی بذاره آرتیست واسش جشن پتو ممکنه بگیریم بعدش خدافظی حالا جشن پتو رو شاید توی استریم نذاریم نه دیگه اصلا ما بذاریم خب پس میذاریم آره اصلا اصلا میخوای خود آرتیست ریلز کنه آره مشکل نداره این دیگه آقا ما اصلا ما هیچ مشکلی آره آقا من بازم دارم میگم اینجا استریم آنکزینی ما همه کاری داریم میکنیم دیگه آرتیست یه لحظه بالا شما تبلیغ بکنه آقا همنام هستن گنگ ترین کوچیک آقا داره آقا آرام باش بزرگترین رپر مازندران خدا اسنوپ داگ نیستم آروم اسنوپ داگ اصلا اسنوپ داگ لوکال ماه اسنوپ داگ از کوچیک. کجا کاسپیان حالش خوب نیست حالش خوب من عالیم عالیه عالی. آلبوم اینو گرفته فالو کنین این تویچ رو گرفته آلبوم رو گرفته ولی راست می آلبوم منو گرفته این آلبوم یه کاری که پریشب سر استریم بر رفتش دیگه خودتون بگید آره کجایی دیگه تو ما اصلا با کارش اینقدر درسته من ما آبانم اصلا خیلی دیشب خواب عجیبی دیدم دیشب خواب دیدم عقرب منو نیش زده شیت آبان نمادش عقربه دیگه اوه شت من نمادم بوزه قوچه یعنی من خواب ببینم قوچ میگه من نیش بزنه چی نیش بکنم آره نیش آره. میزنه من نیش داره نیش نیش یهو می‌زنه. برق آره. من نیش یهو برق بره واسه آجی برنامه امروز آه. میشه که با اگه کامپیوتر من نگرفتیم با لپتاپ آریا به گرفتیم جک و جونورای ماهای تولدمون فکر کنیم مال من از همشون وحشتناک‌تره اون چیز است سناتور است نیمه انسان نیمه اسب اول وقتی نیش میزنه نارنیا بود نه این نارنیا داداش من نمیخوام آجی نارنیا رو دیدی بله 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 خیلی کیری بود یارو سیاه اینجوری گونده گونده نصف عصر میومد با شمش میزد میره با شمشیر گفت این صدا مالش دیگه بود ولی با شمشیر میزد این صدای صدا رو ساوند نمیدونم افکت بود بچه‌ها ما شمشین صدا باید کسی ساوند افکت بذاری واسه همین آجی میخوای بیت باکس ها اون ویدیو رو داخل اینجا نشون بده حاجی ونداد میگه خب پس من دوش میگیرم زنگ میزنم میام بهتون حمله میکنم یا خدا بچه‌ها آقا همین الان داستان گنگ شد دوباره ترک تیزو گوش بدین
دوستان بچه‌ها مورد کلم با هم مردم منتظر دوستان گلم زیاد داریم وقتشون رو از سر را نیاوردن. دوستان گلم سلام. بیا آلبومته، آلبوم توه. دکمت هم ببند دوباره. پلی کن بذار باز باشه مردم بذار باز هم فشار میاره دکمه باز. سیکس پک نداریم دیگه ولی ایربگ داری، این خوبه. آره. مهم ایربگه. سیکس پک از تو دفاع ایربگ نمی‌کنه. سیفه. آفرین ایربگ سیفه. یه چیز تو اکسپلور بود دختره شکم مرد داداش بل کن. بلش کن بیا برو بشین. تو آلبوم تو رو هم گرفته. آره دوستان گلم من چیکار کنم؟ بچه دیوانه استریم آهنگای خودته. این کامنترکش نشه من پاره شدم همه تو یه دور نشستیم آها این درک نشه. آقا درک نشه. مثل اینکه این آره بذار اینم آخرین لابه بذارید یه معرفی کنم. دوستان گلم سلام، رضا غلامی هستم. بازم اومدم خدمتتون با بمب هسته‌ای مازندران. رامین چیز نه هم نام. مادر بگو گره یالوما یه جرگه بگوید آقای بود میگه والا ازاده بوده بندار بوده میگه آجی ونداد میگه بوکش بگو تو تیز به من شاوت اوت بدی. هست تو ویدیو هست راست میگه دیگه. آقا نبودی یا حرف میزنی پشت سر بچه‌ها. نمیدی کارا رو من داد از اول ببینین میشه آقا تو یوتیوب تو یوتیوب هست، تو توییچ هست، تو اینستاگرام قناه بیاد دیگه. ما همه جا داریم میذاریمتون. چیز میذاریمش یا همه با هم سوخ میریم. آره انشالله هیچ اتفاقی واسه هیچ کس نمیفته. انشالله بچه‌ها استریم بعدی استریم بازداشت شدن دست جمعی با انشالله استریم بعدی تو بازداشتگاه اونجا براتون همینجا. آجی توف تو چی دقیقا؟ همون توفو معلوم کن. همون بویسی که پلی شد تو اسکی خب پس از اول میبینم بعد. آره ببین آجی هم تو تویچ هستش، هم تو یوتیوب هستش، هم تو اینستا میاد. همه جا میتونی ببینی. یه دونه ایوان داد جات خالی. سلام نشی آجی بمونی برامون. خیلی مثلا لایو من دستم تو گوشیه دیگری رو میسپارم به آقای بردی های سلام علیکم. سلام علیکم. عشق بزرگ ما حالا دلیا نمیشون واقعا نزدیک بزرگه. اصیلشم دوستش دارم. نه با سایز کار دارم، با سن کار دارم. نه سایز رو نمیدونه. مگر نمیگم. آه بریم بعدی بریم. آی خدای من نمیفهممت. اسم آهنگ خیلی بد بایستادی. نمیتونه آهنگ آقای چه اینجوری بایستادی؟ واقعا نمیفهمم یه شب میومد با روز یاد با زیر چند رفتیم خونه روی تخت گفتی در رو ببند زل میزدی به هم توی تموم شب چشات شدش پر عشق کردی نگاه به من معلوم شد این آخرین باره که کنارتم انگاری قلبم و لحظه گردی ثانیه مکس فقط میخواستم ببینم که تو چی میگی چی میگی چی میگی چی میگی اصلا نمیفهمم اصلا نمیفهمم اصلا بگو مخت چطوری مسئله رو حل کردش دیگه رسما خوندم خوب تشو دیگه اون آدم خون سرد مون فهمیدم چرا اون دستا سرد میشد بس تموم شه بهتره اگه این هستی تو فکر میکردم اینطوری شه فقط تو خواب اشتباهی منم الان انداختی تو دام فرو نکن دیگه پشت سر و نگاه بسم به تنفر و حتی به اون صدا نه نمیفهمم
عاشق نبینمت چون که دیگه نمیفهممت 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 اولش بدآموزی داشت ولی اشکال نه کسی متوجه نشد رفتیم بعد دیگه ترک آخر رو جمع آخر نباشه بازم بگم بله ترک آخر جمع آخر نباشه بزنیم به سلامتی بچه ها اسکی بودش دیگه آره دکلمه دیگه آجی دکلمه آخر بود و دیگه آخری یه انرژی هم به خودم هم به همتون هر کسی که واسه ما حتی ذره ای وقت گذاشت مثل بچه ها دوستام رفیقام تمام همکارام همون کسایی که به من عشق دادن فقط به این نگاه نکردن که آقا طرف پول زیاد داره یا خیلی معروفه منو فقط به خاطر خودم خواستم از همشون ممنونم و امیدوارم اگه یه روزی به جایی رسیدم شکران کن حالا گنگ بریم تاثیرگذار یه از موخ هم اینجا نکشید این مکتی اومد یعنی منو ول کنن وای میزنم همش هنگوشم تو دیالوگای شما هست آقا آخرای سیگار منو کی میکشه؟ فکر کنم تو از همه نسخته نه سیگار نازک جواب نیست اینی میکشی داشت به خونه بازم سیگار رو میگشم خیلی کم کردم اوکی ولی سیگار نمیگشم بگم داشت معیار خوبیه سیگار نگشیم مثل معیار باشه اگه میگشیم کمش دیگه کنیم چیکار کنیم الگوی خوب معیار یه عاشقار ما فقط سیگار نمیگی مثلا معیار میگم الگوی منم بعدی فقط سیگار نمیگشه ای خدا وسایل های مورد نیاز بچه ها چیه اون؟ آمار میشه داشت چیه اون؟ برش من صلیب نیست تبلیغات کالا داشت اینو بعد داشت با این ما سیگار میگیشیم من نمیدونم که اونجوری گرفتی بالا یارو فکر بد میکنه میگشم بشم اصلا دست میگیری میری دو میشه داشت گمربان کات استفاده شده یه حسنات میشه چمی بافور هم هست چامپی میکنه آفرین بچه ها سنگ بیاریم بچه ها هست بچه ها مردن تریا که رو سن کیری شده رو چه سنی؟ سن کیری بچه ولی من خدایش چون میدونی چرا من که خدایش سن جایزه نیست تریا که منم خیلی واقعا آره من شروع کردم خیلی از دوخت دادم موندن من خیلی وقت کار بله بریم کار زندگی داریم یه ساعت بزن اینجا بزن اینجا اصلا دلم میخواد اینجا باشه عشق است عشق هیچی داشت اینه من تو بریم نیستم تو این کارا داشت تو بریم نیستی هم دقیقا چیز میبینی و نگو اوترو این کاره الان دیگه معلومه چه خبر اون پایینا تو اون پایینی داشت مردم نمیدونن چه خبره فکر بد میکنن چیزایی که تو میبینی و اونا نمیبینن من چیزایی که میبینم خوش آمده من اینجا هم لذت میبرم دوستان دقت کنید همه لباس تنشونه اینجوری داره میکنه بشین همه رفته خیلی وقت جوابشون دادیم چه آهنگ رشتی چیه؟ چه آهنگ رشتی به آقا آخری اسمش چی؟ آرزو اوترو بریم دکلمس آقا نادر بریم بریم تمام اوکی باشه بریم همیشه یه آرزو داشتیم که میخواستیم همیشه با تلاشمون بهش برسیم چه با عشق گذاری چه با لبخند
چه و هر چیز که فکر کنی، چه و دست، چه و پا، چه و سر، هر جا که فکرشو کنی، چه و دل، چه و پول. ولی خوب، ولی خوب، ولی خوب شدش یکی میرسه یکی نمیرسه. انگاری هممون جمع شدیم توی یه قصه. هیچ وقت نواسه امید از دست داد. همیشه یه روزی میرسه بدونی که بفهمی. فردا تا خود صبح. برو درست. نوکرم دست برای خودت کن. واقعا برو درست. ببین 13 تا درک هر 13 تا نصیب یه چیزی دیگه داشت بده. دورچی بالا، دورچی بالا. آقا دورچی بالا خواه ولی نمیتونیم دیگه. من خودم داشت دورچی دوستم. میدونم همه دوست دارم. هیچ کس میگو پایده گوش میدن. آقا یه بار دیگه بزن تار رو بذار و برای آخرش خداحافظی که اسکیت رو بعد از بزن تار بذار یا نه اسکیت رو بذار اسکیت رو بذار بعد بزن تار رو بذار بعد خداحافظ. اسکیت یه بار دیگه بذار و همه با دقت گوش کنی چون هر چیزی که توش گفته میشه سم خالصه. چهارمیه یا پنجمیه؟ این جلوی خانمونات بلای ندیم. این اصلا بلای ندیم. آرومش بیا. یه وقت فکر کنی چون خودم هم اینو میگم ها. بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته. بزن تار بزن تار بزن تار بگیره امشب دلم تو هیزمو بیاری که من دلگرم بشم دور آتیش بشه احساس کنگ. من تو حود خودمم دیگه مثل رابین دیگه کسی نی که بگه واسه سن جانی یه رو سن زیر پام منم انتاری دلم از حرفام بد شعر ساخت میشنوی صدامو از شهرستان خودمو کم میکردم لطع بیتام منو تنهایی و تلاشه تکرار حتی رفیق جلو پام سنگ انداخالا تو هی بگو این نبود حقت دار به نخی روز صبح دنده چپ و میدیدم دلمو زود مرد کلی اسم و یکی هم با این که سوختن بازم رپ و میگیرم میگم ولش کن بابا اینه چی میگم باز یه حال بی خیالی دارم مثل غروب جمعه رو تنگ میشه نفسم نمیاد دست لفت میکنم حتی اون روزامم شه ساقی خودمونیم بیا سیاه ترشیم ما جمع میزنیم زندگی تفریق بزن تار که کنم این آواز و تمدید بی خریدارم باشه بازم این راه رفتیم دیگه ته خط ما همین میشه دندم واسه سنگین میره شدیم ما بحجور گیرش شدیم ما بحجور گیرش بس بزن تار بس بزن ما آلبوم تیز همنام لایف توی ساوت کلاود در 12 روز دیگه سپاتیفای میاد حتما 100% حمایت کنیم کار کردیم در بچه ها بزن تار بگیره امشب دلم تو هیزمو بیاری که من دلگرم بشم دور آتیش بشه احساس گنگ من تو خود خودم من دیگه مثل رابین دیگه کسی نی که بگه واسه سن جانی یه روز سن زیر پام منم انتحاری
امرونی زیر پام بنز یه رو پشتم گرم میشد زیر گاپشن سر این قصه نیدر از پیپ یه رو باز بودویی زیر تیکتام له بزن تار بزنیم سلامتی زود تو مفگوش دادی انگاه سلواتی بود یا اون صدا سیمو کرده با کلماتی خورد الان رب صدا مونه سیما فوران نور مسکرنت شعرها چون قرض دادی افاتو چرک امزان کی میده پول رفا نقد کنم مثل بنزینتون شعرامو اقساط کنم 18 ماه تو شاید بفهمی که نیستم یادت نشدم آدمی که رینگ ترس داره من پاره میکنم به جاش پیرم پامه تنهایی یادم داد یه فیک اسمایل انگاری شادم باد تنهایی یادم داد سیاه بنویسم اما بشن رنگی یخما سر کدوم سفره دلم میکرد با تو رو نقدت نکنم و چک شه دستم تنهایی یادم میده یادم بمونه زیر خاک دل کی تپیده ای خش بردار به گل میزنیم گل که تو دلم ازت گلگی نبینه مرسی ما دیگه خدافظی کنیم دیگه بریم واسه خدافظی واقعا حالی بودم بریم خدافظی و خدافظی رو بزن و بریم هیچ وقت نشد دائمی باشه بوده خوبم گذاشتن ساده نیست اینا خوب میدونم از پشت شیشه باید خدافزی و کرد تازه وقتی میره شروع میشه سکوتی بلند قطعه جاده میاد میره چرا این اقرب ساعت نمیره انگاری زمان با هم درگیره فکر اون لحظه از سرم نمیره دلم واسه برگشتن تنگ میشه با این که بدجوری از زش سیره میبینم آسمونو که دلگیره میباره بارون از ابرای تیره بلد نبودم رسم موندنو تا گفتم میرم گفتی واسه تو نرو خسته شدم باهات نمی جنگم و با این که فقط بلدم من با تو موندن و حالا نمیدونم به کجا میرم خوب میدونم که دلم میشه تنگ چون باید چه همه چی ریشه کن نباید باشیم ما پیش هم آخرین حرفم بهت بود یه خدافزی واسه مسیر جلومون و هر کدوم جدا بریم ترسمون از این بود کنیم توی جدایگی حالا که نیستم میگیری تو سراغکی شب میکنم با تنهایی صبحش نمیکشم و خماش صبر بهتره کولمو میذارم رو پام به جای سره چاره این نیستی راه آخره خدا حافظ ای ماه شبهای تارم خدا حافظ ای درد جان سوز جانم خدا حافظ ای عشق روزای خوبم خدا حافظ ای شور و شوق حضورم میرسم به مقصد یه شروعی از اول میافتم یادت هر چند وقت کنار میام به این که کنارت نیستم نه این دستام به هم نمیرسن این دستام بهت نمیرسن این تموم شده شیمسته این تموم شده شیمسته آخرین حرفم بهت بود یه خدافزی باز مسیر جلومون و هر کدوم جدا بریم ترسمون از این بود کنیم توی جدایی گیر حالا که نیستم میگیری تو سراغ کی آخرین حرفم بهت بود یه خدافزی باز مسیر جلومون و هر کدوم جدا بریم ترسمون از این بود کنیم توی جدایی گیر حالا که نیستم میگیری تو سراغ کی عالی بود واقعا ما با همه چیزیم همیشه اگر آهنگ غمگین باشه خودم باشه این شرایطتونم خدا این گسگسی خنده ها هیچ برای هیچ مپیچ تموم شده بدشیش آقا دم اولتون گم که تا اینجا نگاه کرده هر کی تو چت بود نوشته هر کی نگاه کردش دمه شداد
بچه ها معیار بردیا فدا همنام شهریار اینا نه شما چیاتون رایم میشه با ما بردیا معیار شهریار رایم نمیشه مافیا میشه همون من انگلیش میگم من بالا آره دیگه تموم شد چی میگم؟ خیلی سم بودش کلا استریم خیلی بال بود خیلی حال کردم ساعت بچه ها گاد بودا بچه ها شما نمیدونید همه چی عالی بود هر کسی اینجا لجند لژندری به ما میگه دیگه حالا خودتون ای وای واقعا حاجی دلم نمیخواد استریمو تموم کنم حال داشت همینجوری میخوام بشینیم یه ساعت همینجوری فقط حرف بزنیم بخندیم به خدا حال میده نه تموم میشه نه دا فراموش کن سر کن زندگی یه آرتیست واقعی زندگی یه آرتیست واقعی من فردا همین الان آلبومشو گوش کردم 13 تا ترک نابا حتی اسکیت که از همشون دیگه هم اسکیت رو تنها گوش بدید یا با هنسفری گوش بدید دقیقاً آره خیلی یواش گوش بدین اوکی خیلی یواش بعد زیادم گوش ندید آبروی پسر میری کجای پسره نه من خودم گذاشتم آبروم بره اوکی والا آقا دمتون گرم کردید خیلی حالا خیلی حال کردید همه با من اینطوری هم چقدر همه اینطوری همه با من اینطوری هم هر با اینطوری میبینه سلام یه کلیپ در آوردیم برای اینستا آمار بودیم مثلا به هم میگن آقا مثلا تو رو حال میکنم آواز هست استوری ها رو توی برنامه ربات باز کار بدارم حالا یه دقیقه گستره کنش کنیم خیلی آلبوم خفن و جذابی بود ماشاءالله به ارزش داشت خسته نباشی توی دور زمانی داریم زندگی میکنیم که شرایط واقعا سخته مخصوصا باز اگر بخوای آرتیست بودن انتخاب بکنی که مطمئنا مسیرش خیلی سخت ببین خداش و خسته نباشی ببین بهتر از همه استقرار دیگه داشت و امیدوارم که زود به زود کارهای خفن مثل همینا تحت بیشتر خفن دیگه خداش تو کمترین زمان بیشترین حضور رو ازت ببینیم و خلاصه که آرزوات برات خاطره شد به امید روزی که من استریم کنم پشت صحنه کنسرت اینو چی اول تو میگی سلام بچه‌ها میکروفون شوی دست من من اشا میگم من کل ترکات نمیذارم بیاد کنسرت ها من هر جا نشسته باشم همه رو ماربورویی میکنم هیچی ببین در میاد ببینه بعد تو گرفتم بجاره فکر کن مثلا آرتیست شهریار میاد رو صحنه ترک رو میخونه بین ترک خب دیدی آرتیست باید با کانکشن بگیره دیگه الان کار معلوم مثلا میبندم اینو ولی حالا شهریار مگه چیزی میدونه بگه بیرون ادم دادیم بیرون بکنه ای بابا این که میدونه بیرون باید سیمه بیرون باید دفتر هنچی رو بیرون پیشته میرسه واقعا این حقیقت کنسرت داری کنسرت ایشالله استادیوم آزادی باز کنیم شام نخوردیم همه گشنه دلایل مختلف دلایل حالا مهم نیست واقعا لذت بردیم آلبوم خیلی خوب بود داری پلنی داری آیا آینده بیور شدن برو دوربین حرف بزن داداش پلن که دارم ولی من سوال پرسیدم من جدی دوربین پلن که داشت اینجا واسه صحبت پلن که هست ببینیم فعلا چی میشه چیزی داری همه چی همه چی دارم داشت بستگی به اینا همه چی دارم شما چی بخواید شما هر چی بخواید دارن گل شیشه نه آقا اشتباه شد انسان کستیگه بودش آقا الان یعنی آهنگ آماده داری یعنی میخوای چیزی داری که مثلا بگی تو ذهنت داشته باشی آقا مثلا این تاریخ من مثلا این آهنگ رو تحت پروژه‌اش هست نمیدونم بالا بیارم
بالا بیا. آها پس داری فویل میشه پس داری سینمایی میشه خب پس آقا این برو مشتاق ویدیوی این تو یوتیوب، ویدیوی این استریم تو یوتیوب ولی الان نمیاد بیاد چند تا ولی بگو این قضیه رو که دارن تو چند تاشون آقا تو چند تا هست حمایت کنی شما یه انرژی بگیره چقدر اولین ویدیو یوتیوب داره میشه این نفری نه من داداش چرا دیگه تو بکن 1 میلیون نفر ببینن من اولی 3 تومن بزنن بسش نی آه پول رو میگی ما میگم 3 تومن بزنه میگه 3 میلیون ویو آها 3 میلیون ویو 3 میلیون ویو خب اونو میتونیم نگاه میده مگه پول بگید داشت 3 میلیون ویو داداش بدین من تجهیزاتو بهتر کنم نه من تجهیزاتو بهتر کنم اول ما اینجا دوستان الان ما مثلا آرتیستیم ان شاء الله گیرانی تو خیابون آقا سالا فعلا بعد تو خیابون لینک دونیت با پایین یه هستش میکروفون میام اجرا میکنم مثل این بالا خیلیشون رفیقم داخل خیابون کلا میذاری مثلا زنده اجرا میکنن آره لینک خوبی هم لینک دونیت پایین است میکنم لینک دونیت پایین است نیاز نیست دونیت کنی ولی اگه دلت بخواست 1000 تومان شد دونیت کن من نیاز دارم پول نیست راست میگه خداش من خیابون رپ اجرا کنم منو میگیرن راست میگه رپ تو خیابون ما اجرا احترام می‌کنیم. همین تو خونه ما رپ تو خیابون ما همین تو خونه الان ما رو میخوام بگیرن همینجا دم در ایستادن بچهای کلانتری 12 11 یا 12 فقط پیش آدمون 12 خیابونه ایستادن دم در منتظرن اول نفر منو میگیرن آدرس داداش اینقدر چیه میشه آقا دیگه خدا آقا دیگه بس ممکن رو دیگه جدا الان تموم داداش خیلی وقت تمومه حل برو آقا خدا بزید آقا دمتون اسم بندا تازه اومد بندا داشت دیگه بیا میگه بریم تو خیابون ببینیم بخونیم ببینیم کی کاری داره ما رو بگیره آقا یه کاری بکن خواهی داره برو اسم برای بچه های کارو بگو کلا و پیجاشون رو هم حالا خواستیم اولین پیجی که میخوایم فالو کنیم همرام آفیشال و آنکزینیه UNC پیجا بچه ها تمام که کار کردن تمام پروڈوسرها تمام کسایی که تو ویدیو بودن دیگه اسم داشت زیاده دیگه بگو همه رو بگو وقت ترک زیاده نوشتن دیگه بگو داداش تو بگو بچه ها کنن حله یه ترک لیست گذاشتن همه رو گفتم دیگه اصلی ها رو همه گفتم حالا یه سری بچه ها موزیک ویدیو مونده حالا دیگه ریلیز ها میره قربو من باشم توی آقا تمام کنیم تمام بچه های خدا بزیش بچه ها دمتون گرم ماشاءالله بهت آفرین کار عالی بود خدا نگهدار خیلی کوچیکم بچه‌ها دمتون گرم شبتون نگاه کردیم بخیر. بنداد نمیدونم سلام هر کی اومد انرژی تو لایو باشین. و اینا هر کی که ویدیو رو نگاه کردیم بنداد باز میگه اصلی منم پست که آقا راست میشه شات بده 100% وندال اصلا ما قبل از اینکه ببینه ما شهادت رو دادیم اومد شهادت دادیم آقا دمتون گرم من از این پایین باهاتون خداحافظی میکنم آقا عشق منی تو هم همینطور بنداد بالا کن بنداد خیلی دیگه چیز داشت دیگه خداحافظی کن پارش منتظرم بنداد فالو کنه بنداد خسته شدم اکان نره نمیتونه با هم فالو کنه آقا خداحافظ